دعوت میکنم تا با این مسابقه حساس همراه باشید تا ببینیم انشاءالله نتیجه این مسابقه به چه صورت رقم خواهد خورد. همونطور که میدونید طبق اعلام و رأی کمیته انضباطی دیدار دو تیم بدون حضور تماشاگران آقا برگزار میشه و فقط خانوم ها در ورزشگاه پورشریفی حضور دارن و میتونن از نزدیک بازی رو تماشا بکنن. تیم مثل سونجون علیرضا افضل در یک طرف و سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان محمد کشاورز در طرف دیگر. یه لحظه فرصت، یه شوتی که دروازه‌بان باقر محمدی در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال کشورمون قرار داده. مس فقط یک بازی رو مساوی کرده. یه لحظه فرصت و یه خودی نشون میده دروازه‌بان تیم مثل سونجون علی ابراهیم آبادی. یه شوت از راه دور و عکس‌العمل زیبا. مثل سونجون و گیتی پسند دو تیمی که در جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر فوتسال فقط یه امتیاز با هم فاصله دارن و گل. فرهاد فقیم قفل دروازه رو میشکنه. ببینید صحنه رو، برخوردی که انجام میشه، ضربه رو میزنه تو بعد از برخورد به بازیکنان تیم گیتی پسند توپ وارد دروازه شد. اشاره میکنه که سریع باید بازی رو آغاز بکنه. مسعود یوسف ضربه‌ای که میزنه و از زاویه بسته توپ وارد دروازه شد. ضربه کرنر رو بزنه. علی خلیلوند رو بروش قرار داره. یه پاس، یه موقعیت، فرصت برای ضد حمله، حرکت تند و تیز، یه نفر رس میشه رو برداشت و گل دوم. حرکتی که انجام داد سعید احمد عباسی، کارلوس سانز رو از پیش رو برداشت، خروج دروازه‌بان و یه ضربه چیپ قشنگ و توپی که وارد دروازه شد. 2-1. باید ضربه زده بشه. یه پاس در عرض و توپی که کنترل میشه. یه لحظه اشتباه، دروازه‌بان گرفت. دوباره موقعیت، پاسش رو میندازه. بازیکن گیتی پسند سعی دارن کمی بازی رو آروم بکنن. دوباره اشتباه، موقعیت، فرصت. کارلوس سانز نتونست ضربه پایانی رو بزنه. دروازه‌بان تیم گیتی پسند رو دیدید که در این صحنه چجوری توپ رو از زیر پای سانز بیرون کشید و حالا سنگیس ضربه رو میزنه. سعید احمد عباسی این طرف فرصت. چه بازی جذابیه. مهدی جاوید، کارلوس سانز پاسش به مقصد نرسید. او جدا میشه تا سعید احمد عباسی بازی رو به جریان بندازه. شوت مستقیم به قصد چارچوب دیگه وارد دروازه میشه. یه دروازه‌بان رستمی هست که با کارت قرمز دروازه قبل اخراج شد. بعد اون دروازه‌بان دوم هم به خاطر مصدومیت رباط صلیبی نتونست به بازی ادامه بده. فرصت برای تیم دوباره خود کارلوس سانز. پاس کوتاه، یه شوت محکم و عجب دروازه‌بانی این باقر محمدی. توپایی رو در آورده. ببینید صحنه رو. خود کارلوس سانز، فرهاد فقیم و گل و توی دروازه. گل دوم برای تیم مس. ببینید صحنه رو.
دوباره فرهاد فخیم. شاید به بازی برگرده تیم مس. بازی رو حسین درخشانی به جریان بندازه. یه لحظه فرصت، موقعیت توی دروازه، گل برای تیم گیتی پسند. علی اکرمی گل رو زد. ببینید دوباره کارلوس سانز. شاید برگرده مس. فرهاد فخیم و گل. عرض کردم خدمتتون، گفتم شاید برگرده. پلنگ گل سوم. 4-3. نجف زنگی گل سوم رو زد. یه لحظه فرصت، موقعیت هست، سریع باید دروازه‌بان بلند شه. نه، و باز هم گل برای گیتی پسند. این بار مسعود یوسف. ببینید صحنه رو. یوسف خان، دوباره جاوید. یوسف خان، جاوید، فرصت و گل. نجف زنگی. 5-4. ببینیم میتونه به بازی برگرده تیم مس یا نه. چه بازی جذابی. ضربه پنالتی زده میشد و اشتباه فرهاد فخیم و گلی که به ثمر میرسه برای تیم گیتی پسند و نتیجه 6-4 میشه. یه قطعا تیم مس بازنده است در این مسابقه. 5 ثانیه اولین باخته تیم مس سونجون در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشورمون رقم میخوره. 6-4 تیم گیتی پسند موفق میشه حریفش رو شکست بده و بر رقیب سنتی و دیرینه خودش غلبه کرد و موفق شد به صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشورمون برسه.